چالشه 75 روز کوکی و شیرینی. روز 40 کیک امروز از کیک های منتخبمه، خوشمزه و اینکه تقریبا جزو اولین رسیپیایی بود که به زور به دستش آوردم. یه بافت نرم بی‌نظیر، یه عطر لیمویی بهشتی. من میدونم چه مزه بی‌نظیری میده، ولی بریم با هم تستش کنیم. این واقعا عالیه، خیلی خوبه. یه کیک عالی، خوش بافته، خوش عطر و طعمه که اصلا نمیدونم چجوری تعریفش کنم. حتما باید درستش کنین، این طعم خودتون تجربهش کنین. اگه دوست داشتین میتونین در حد 1-2 قطره عصاره وانیل هم بهش بزنین. حتما اینو درستش کنین. عالیه، عالی. اصلا به نظرم اگه این کیک رو درست نکنین خیلی حیفه، خیلی حیفه. بافت پنبه نرمه تو دهن آب میشاشم که دیگه اصلا نگم. خیلی خوبه ها، واقعا خیلی خوبه. سال هاست که این کیک محبوب منه. با هم بریم یه کیک لیمو پنیری بی‌نظیر درست کنیم.